در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نوبالغ 13 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت یواشی دستگیر کرده شد. گمان برشونده 18 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت‌های 22 دقیقه هنگام در توقفگاه نزد بازار خاوران قرار داشتنش با نوبالغ 16 ساله ساکن پایتخت جنگ و جنجال نموده با کارد یک مرتبه بران پای راستش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه حمدانی عریضه نوبالغ 17 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 18 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت‌های 23:00 دقیقه هنگام در جماعت شهرک مسکوی نویه حمدانی قرار داشتنش مرد 35 ساله ساکن همین نویه در حالت مستی از احتیاط یواشی با او مناقشه نموده با کارد یک مرتبه به قفس چپ سینه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با قسم 3 ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله دو در نویه سینا عریضه مرد 26 ساله ساکن نویه ورزو وارد گردیده است که صبح بر وقت 19 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت‌های 9:04 دقیقه هنگام در کوچه غفورov نویه سینا قرار داشتنش مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه او را لطکوب نموده با رای زوروری از دستش تلفن موبیلی تمغه آیفون 7 را گرفته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.